پنجشیر را ترک کنی، چون باورشون این نیست که مثلا دورترین نقطه ایران کجای پنجشیر و میخواد یک جمع را از دورترین نقطه پنجشیر اخراج کنه. یعنی دقیقا این منطق جنرال طاقت، منطق آقایونه و خیلی از کسای دیگه. من احساس میکنم که ببینید منطق زورگویی، منطق مثلا تهدید به نسل کشی هزاره های اهل سنت، مثلا منطق نسل زدایی فرهنگی هزاره های اهل سنت پایان پیدا کرده. من به عنوان یک دانشجوی حقوق فعلا از غزنه صنایع با شما دارم حرف میزنم و هیچ گام نمیترسم. به چه دلیل نمیترسم؟ به دلیل از اینکه من مرگ را در جهت احیای هویت و عدالت به مثابه پرواز میبینم و احساس میکنم این وطن را اگر خون ما در این وطن هم بریزه باید بریزه. به چه دلیل؟ به دلیل از اینکه ما مستحق از این هستیم که در این وطن نفس بکشیم و در این وطن از حق حیات پاسداری کنیم و در این وطن زیر خاک بریم. و اصولا مثلا گفتگو هم با تمام شهروندان افغانستان ممکنه و واقعا خیلی متاسفم برای کسایی که این است که ببینید اگر عزم داریم که آواره نباشیم، بدبخت نباشیم، بر منشأ ملی در ایران و پاکستان تحقیر نشویم، بیایید مثلا آغوش رو باز کنیم نسبت به تمام شهروندان افغانستان. مثلا اگر مثلا ملت واحد بر منشأ نژادی، قومی، مذهبی اگر امکانش وجود نداره که مثلا ملت سازی در افغانستان شکل بگیره، ولی امکان از این وجود داره که ما به عنوان شهروندان یک جغرافیای سیاسی، به عنوان شهروندان یک سرزمین، فرق نمیکنه دیگر اندیشیم، فرق نمیکنه مثلا هندو هستیم، فرق نمیکنه شیعه هستیم، هر باور و گرایش که داریم بیاییم در جهت توسعه ملی یک کشور تلاش کنیم. و این از چه طریق میگذره؟ از طریق توسعه فرهنگی. ولی ببینید نکته آخری که من میخوایم اشاره کنم شاخصه جریان شناسی ثقفی، چه اول چه دوم چه سومه. ببینید من هیچ تعارفی ندارم، من با صراحت میگم که نماینده ثقفی سوم جناب آقای احمد مسعوده، نماینده ثقفی سوم جناب آقای حفیظ منصوره. شما ببینید حفیظ منصور جناب آقای پدران را تکفیر کرد. دقیقاً جناب عامر سید مسعود، آقای مسعود، ما با احترام بهش یاد میکنیم، به هیچ وجه اهانت نمیکنیم و عذرخواهی میکنیم از پیروان و محبانش. شما ببینید آقای محمد یعقوبی مشرف به عنوان یک نویسنده تاجیک کتاب نوشته به نام جریان دموکراتیک نوین. اونجا مستند نوشته کرده که توسط شورای نظار و شخص آقای عامر مسعود چقدر تاجیک های دیگراندیش قتل عام شده، چقدر هزاره ها مثلا قتل عام شده. به چی دلیل؟ به دلیلی که اون منطق انحصاری که مبتنی است بر حذف در کابل حاکمیت پیدا بکنه. مثلا پشتون ها حذف، هزاره ها حذف، رادیوی کابل تبدیل میشه به یک صدای نسل زدایی و صدای تکفیر ازبک ها، هزاره ها و سایر اقوام افغانستان. باور به اقلیت قومی هزاره، اقلیت قومی هزاره اهل سنت، این چیزا من ندارم. این سرزمینی همه ما اقلیت هستیم. خب شاخصه جریان شناسی ای ثقفی اول، ثقفی دوم، ثقفی سوم چیه؟ فقط هراس، میترسه. شما ببینید مشخص و روشن، من با توجه به منابع کسایی نقل میکنم که امروز در جهت مخالفت جریان عدالت خواهی رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری، کسایی مثل آقای زاهدی، مثلا فعلا هم فکر آقای محمد اکبریه و محمد اکبری سالها خودش یک از مداحان و ستایشگران و همچنان آقای عامر مسعود بود. میگه که تمام نگرانی آقای مسعود چی بود؟ نگرانیش ای بود که یک تعداد از اساکر حزب اسلامی با سیاف متحد شده. نگرانی دیگهش ای بود که مثلا غرب کابل مشخصا در دست کی باشه؟ در دست حزب وحدت اسلامی باشه. دقیقاً این عامر سید مسعود خودش مطرح میکنه که ما نخواستیم که مثلا شیعیان در غرب کابل شبیه مثلا حزب الله لبنان عمل کنه. بعد میگه چه کار کرد؟ خودش 4 نفر مشخصی از حزب وحدت اسلامی رو در تش سلوک کشت. بعد اینجا چه کار کرد؟ گزارش داد به حزب وحدت و همچنان مثلا به اتحاد سیاف که منازعه بین شما اتفاق افتاده. و دقیقاً این طرف مثلا رادیو کابل، هفته‌نامه کابل به مثابه صدای نسل زدایی تبلیغ میکرد، شایعه ایجاد میکرد، نفاق قومی ایجاد میکرد
تا جنگ ناخواسته بین حزب وحدت اسلامی و همچنین اتحاد اسلامی به وجود بیاید و این اتفاق افتاد متاسفانه. با توجه به اون فضای تلخ و تاریکی که حداقل اطلاعات در گردش نبود، اطلاعات فقط در دست رادیو کابل بود. مرحوم فهیم دشتی، مثلا آقای توحیدی، همین آقای رزاق مامون داشت حرف اول و آخر میزد، چون تمام امکانات دولتی اینا در دست داشت. هزاره چیزی برای حرف زدن نداشت و دقیقا منطق هزاره ها در اون زمان چی بود؟ صدای مثلا داوود سرخوش از بلندگوهای مسجد غرب کابل پخش میشد، چون نه رادیو بود نه مثلا رسانه درست، مثلا نشریات حزب وحدت تا حدی امکان ادامه پیدا کرد. نکته ای که پایانی حرف من یه است که ما خلق تاجیک را خیلی محترم میدانم و اصولا معتقدم که جوانان تاجیک اگر خودشان به تاریخ مراجعه کنه، دقیقا همون حرف جناب آقای میلان که گفت اگر معرفت تاریخی پیدا بکنه، هیچ نیازی نیست که ما بگیم که مثلا شما از سقوی اول و سقوی دوم سقوی سوم فاصله بگیرید. نماینده مثلا هر کی نوشته های آقای حفیظ منصور را بخونه که او آقای پدرام را تکفیر میکنه، سازایی ها را تکفیر میکنه، مرحوم طاهر بدخشی را به هیچ اهانت میکنه، هیچ کس زیر پرچم آقای حفیظ منصور استاد نمیشه. و همچنان خلق با شعور تاجیک هرگز از ماده 52 قانون اساسی دولت استاد روانی حمایت نمیکنه. ولی آخرین سوال من است که آیا در قندهار، در پکتیا، مثلا در فاریاب، مثلا در سایر جغرافیای قومی سایر اقوام کسی چنین حرف زده که ما مثلا یک استوازدستی اینجا ایجاد میکنیم، هر کی تذکره تاجیک هزارگی داشت او رو مثلا ممنوع الورود میکنیم، بزرگان ما هم تصمیم گرفته که باید او به هیچ وجه اجازه داده نشه که وارد پنجشیر شود؟ نه، اینجا نشان میده که بنیادگرایی، تفکر نسل زدایی، مثلا سرکوب، دیگر ستیزی، اهانت به کرامت انسانی هیچ نسبت با زبان خاص نداره. من فعلا مثلا در قندهار سفر کردم، در پکتیا سفر کردم، در همه جای تلاش کردم تا حد ممکن با زبان پشتو با مثلا با رادیکال ترین آدم های سرزمین حرف بزنم، ولی او همیشه با من با مواجهه انسانی بود. از این جهت من احساس میکنم که این لکه ننگ باید از دامن مثلا پرشرافت جامعه تاجیک پاک شود و روشن فکران تاجیک علیه از این سخنان موضع بگیرد. تشکر.